کوه دربند روستای قره‌آقاچ کلاله، فضای سرسبز و دلنشین، مرز بین خشکی و سرسبزی. همطور که مشاهده میکنید ویو عالی. انتهای این دشت پهناورم مرز بین ترکمنستان و ایرانه. شروع این رشته کوه از زیارتگاه خالد نبی شروع میشه و به خراسان ختم میشه. همطور که مشاهده میکنید بسیار فضای دلنشین و عالی. وضعتان چونه دوغالله دربند قرقه aşığım oğullun ey söygül dil davrum sarsan ulu gaydar men halım beyan yarim